افسانه خلق تاجیک گنجشکک. بود نبود یک پیرزنی بود، پیرزنی بی کس و بی نوا. وی از پگاه تا بیگاه چرخ ریشته کلوبه کرده می فروخت و با همین را زندگی می کرد. زندگیش بد نبود. یک روز پختش تمام شد. پیرزن پولی نداشت که پخته بخرد. شیشت و به حال خود زار زار گریه کرد. آبی دیدش سیل و دریا شد. آسیاب‌ها گردان شدند. آدمان حیران شدند. ناخواست در پیش حولیش یک پخته‌زار سبسفید شکفته شد. همین وقت یک اکه آمده به سر دیوار حولی پیرزن شیشته گفت: شق شق شق، بیبی مرا به پخته‌زارت پاسبان نمیگیری؟ به حق پاسبانیت چی میگیری؟ پرسید پیرزن. شق 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 گفت اکه، نصف حاصل پخته‌ات را بدهی بس است. بیرو، گفت پیرزن، در کار نیستی. اکه رفت و یک زاغ آمده گفت: قر قر قر، بیبی مرا به پخته‌زارت پاسبان نمیگیری؟ به حق پاسبانیت چی میگیری؟ پرسید پیرزن. قر 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 گفت زاغ، نصف حاصل پخته‌ات را بدهی بس است. بیرو، گفت پیرزن، در کار نیستی. زاغ پریده رفت و یک گنجشکک پریده آمد. گنجشکک چیک چریک چیک چریک گفته اینجا شیشت، چیک چریک گفته آنجا شیشت. پیرزن پرسید: چی چیک چریک میکنی؟ چی میخواهی؟ بیبی مرا به پخته‌زارت پاسبان نمیگیری؟ به حق پاسبانیت چی میگیری؟ پرسید پیرزن. چیک چریک چیک چریک گفت گنجشکک. با من کمکک پخته ده، کرته کرده بپوشم. پیرزن کمکک پخته داد. گنجشکک پخته را با نولکش گرفت و پیش ریسنده برده گفت: پخته را گیر و ریس ریس کرده ده. ریس ریس نکنی خانه‌ات رو ویران میکنم، بچه‌ات رو گریان میکنم، روی حولیت رو آغیل و قهدان میکنم. ریسنده چرخش رو به پیشش ماند. پخته را گرفته ریسید و یک کلابچه ریسمان کرده به وی داد. گنجشکک ریسمان را گرفته پیش بافنده برد و گفت: این را گیر و باف باف کرده ته. باف باف نکنی خانه‌ات را ویران میکنم، بچه‌ت گریان میکنم، روی حولیت آغیل و قهدان میکنم. بافنده ریسمان را گرفته یک پارچه کرباس بافته داد. گنجشکک کرباس را گرفته پیش برنده برده گفت: بور بور کرده ته. بور بور نکنی خانه‌ت ویران میکنم، بچه‌ت گریان میکنم، روی حولیت رو آغیل و قهدان میکنم. برنده کرباس را گرفته پاره کرده به گنجشکک داد. گنجشکک خرسند شده به نزد دوزنده برفت. با من کرته‌ام را دوزنده بدزد.
اگر ندوسی خونه‌تا ویران میکنم، بچه‌ت رو گریان میکنم، روی حولیتون رو آغل و قهدان میکنم. دوزنده یک کرته زیبا دختر به وی داد. گندشکک کرته را پوشیده به نزدی پیرزن آمد. چیک چیریک چیک چیریک، انا اکنون پختزارت را پاسبانی میکنم، گفت گندشکک. میلش ایست، پاسبانی کن، گفت پیرزن. گندشکک روزی دراز چیک چیریک میگفت، اینجا میشست آنجا میشست و پختزار را پاسبانی میکرد. روزی از روزها گذاری پادشاه به این منزل افتاد. نظری پادشاه به پختزار افتاد. وی اسبش را نگاه داشته به نوکرانش گفت: اینجا زمین من است. این پختزار از کجا پیدا شد؟ درآیید همه پخته را چیده گیرید، یک تا پخته هم نماند. گندشکک دید که نوکران به پختزار در آمده چیده ایستادند. چیک چیریک چیک چیریک، بیچاره کمپیر، پختزارت شد جزیر، گفته پیرزن را جیغ زد. پادشاه فرمان داد که گندشکک را دستگیر کنند. نوکران پختچینی را ماندند و گندشکک را دستگیر نمودند. او را پرزنید، امر کرد پادشاه. نوکران گندشکک را پرکندند. پردار بودم، پرکنده شدم، گفت گندشکک. بریان کنید، باز امر داد پادشاه. نوکران گندشکک را بریان کردند. خام بودم، پخته شدم، گفت گندشکک. بیارید بخورم، گفت پادشاه. نوکران گندشکک را آوردند. پادشاه او را بخورد. بیرون بودم، درون شدم، گفت گندشکک. از درون پادشاه و سرودش را تکرار کرد. چیک چیریک چیک چیریک، بیچاره کمپیر، پختزارت شد جزیر. پادشاه طاقت کرده نتوانسته به نوکرانش امر کرد: من گندشکک را قید کنم، او را با شمشیر زنید، پاره پاره شود. پادشاه گندشکک را قید کرد. سری گندشکک نمایان شده بود که نوکرانش سراسیمه‌وار شمشیر بزدند. شمشیر به گندشکک نرسیده بینی پادشاه را برید. در حال نمدپاره را سوختند، به جراحت پادشاه پخش کردند. گندشکک پریده رفت و در همه جا چیک چیریک چیک چیریک، بیچاره کمپیر، پختزارت شد جزیر، پادشاه جینی رو بین، بریده بینی رو بین، گفته میگشت. پادشاه شرمنده شده گریخته رفت و دیگر هیچگاه به مملکتش برنگشت. آدمان میگفتند که پادشاه پختزار پیرزن را گرفتنی شده است، لیکن به یک گندشکک میده یک زورش نرسیده است. همین طور گندشکک یک پادشاهی مملکت را شرمنده کرد، زیرا که پادشاه عادل نبود.